مردها زیباترین موجودات عالم هستند. مرد تمام دولت خود را برای خواهر، دختر، مادر، همسر و نبیرگانش صرف می کند. جوانی و سلامتی خود را برای همسر، فرزندان قربان می کند. هر روز مهنت کرده، بعضاً تا دیر کار کند هم حتی شکایت نمی کند. هرچند مرد با کارهای زندگی بند است، اما برای ساختن آینده فرزندانش حرکت می کند. اما به آنها عیبهای گوناگون داده می شود. در کارش از راهبرش سخنهای نافورم شنیده آید، گاه از پدر و مادر، گاه از همسرش دکی ها می شنود. اگر خود را برای اندرمان کردن به کوچه براید، شوهری بی‌مسئولیت در خانه شیند، دنگاسه و تنبل، برای تربیت فرزند سخت استد، منتچی یا که وحشی، کمتر آزاد دارد، برای تربیت فرزندان بی‌پروا، همسرش را از کار کردن برگرداند، در عائله دیکتاتور، اگر رخصت دهد مفتخور. با وجود این وی برای آینده بهبودی فرزندانش بی‌ایست مهنت میکند. حتی اگر او مکافاتی عالی آورده نتواند، بهترین تحفه های امکان پذیر را به آنها میدهد. مادر فرزند را 9 ماه بردارد، پدر مسئولیت آنها را 1 عمر میبردارد. اگر در عائله مرد سلامت باشد، دنیا سالم است. حرمت هر یک پدر و هر یک شوهر را به جای خود گذارید. شما نمیدونید که او برای شما چقدر قربانی ها کرده است.